لبای آیه جونو میبینید شبیه خود اردک شده. خدایی میخوایم براش آنزی میکنیم. لب جنگی میخوام من. جنگی؟ آره. بریم برای لب جنگی بعد از آنزی. بیا جلو ببین. بچه ها میدونی یارو کیه؟ پول ندارم بگم خرجت با من. تو شهر درست کن دعواش با من. غیر از این باشه شیرم و حلالت نمیکنم. خیلی سعی میکنم جدی صحبت کنم نمیتونم. داداش از اون ور میری آنزیم و تزریق میکنی، لبتو اینجوری میکنی، پروتز میکنی، ماتی و فلان، بعد جنگی هم میخوای باشی، بعد شیر و حلال. من اصلا نمیفهمم، من هیچ جوره تو کتم نمیره. الان چی؟ آقا یکی به من توضیح بده. آدم جنگی میره لباش اینجوری میکنه، خیلی جنگی. دمت گرم، واقعا جنگی، خیلی ولش کن، تو خیلی جنگی.